اینجا سرن است، بزرگترین آزمایشگاه فیزیک جهان، خانه عظیمترین ماشین ذرات ساخته بشر، برخوردهنده بزرگ هادرون. این تونل 27 کیلومتری زیر زمین در مرز فرانسه و سوئیس میزبان ذراتی است که با سرعتی نزدیک به نور به هم برخورد می‌کنند. در این برخوردها انرژی آزاد می‌شود که شرایط چند میلیونیوم ثانیه پس از انفجار بزرگ را شبیه سازی می‌کند. از کشف بوزون هیگز تا آزمایش نظریه‌های جهان‌های موازی، همه در اینجا ممکن شده. هزاران دانشمند از بیش از 100 کشور در اینجا گرد آمدند با داده‌هایی که در هر ثانیه چند ترابایت اطلاعات برای کشف اسرار بنیادی جهان تولید می‌کند. سرن، جایی که علم به سرعت نور جلو می‌رود و هر برخورد قصه پیدایش کیهان را برای ما بازگو می‌کند. با اسپیس کافه ارت بیشتر بدانید.